یک سلام مجدد باز نزد هموطنان گرامی ما. شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم با بوجوخ کمپت و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما درس 16 هم می باشد درباره لفخوی لگیوم ای انگریدین دی باز در لکوزین که به انگلیسی fruit, vegetable and basic ingredient in the kitchen. یک موضوع می باشه و موضوع دومی ای است که کمون سه وطخ کموند چه قسم آغاز میکنین کامندتونه یا البته فرمایشتونه. البته دوستای گرامی، در بخش نخست شما را یاد میگیرین که میوه ها را یاد میگیرین، ترکاری ها را یاد میگیرین، اجزایی که مثلا یک غذا جور شده می باشه درباره از اون مثلا درس یاد میگیرین و شما میتونین که در آینده بعضی اوقات شما میتونین که مثلا در بازار، خصوصا کسای دوستای ما که در یا هموطنای ما که در اروپا، خود بالخصوص در فرانسه و در بلژیم، البته کدام جاهایی که زبان فرانسوی رواج است مروج است، شما میتونید که مو انگریدنت یا انگریدین از هر غذا را شما در پشتش بخوانین. درست است؟ این ترکیب غذا می باشه. به طور مثال اگر شما ماست میخرین، کدام چیز دیگه میخرین، ببینین همین چیز نوشته است و بعد از این باز ترکیبش نوشته است. به طور مثال نوشته است که اینی چیزی اگر به طور مثال شما میخواین که چی بخرین، پنیر بخرین و نوشته است که مثلا شیر است که دی پاستورایز شده، مثلا این چربی افتیده و غیره و غیره. درست است؟ به طور مثال شما کدام چیز غذایی آماده میخرین، شما یک مشوره شخصی است که البته هر دوست ما که میخواد که اجتناب کنه از خوردن الکل، البته خودم در فرانسه بودیم، در تمام نانهای عمومیش، البته بریدش که مثلا ما شما پخته میکنیم، نه می کدام برید سلایس که است، توتا که است، اینمی تمامیش البته نه 80% الکل داره. پس شما لطفاً همیشه انگریدینتش بخونین کسایی که الکل نمیخوره. زمانی که در آنها ونیگر یا الکل ونیگر داشته باشه اونها حتما حرام است دیگه، نخورین از اون. بهترینش همون است دوستا که شما همیشه انگریدینت هر غذا را که میخرین بخونین، در, در پشت قوطی، در پشت کارتن، در پشت بوتل نوشته می باشه و از اون معلوماتتون به دست بیارین، بعدا اون چیز بخرین به این قسم. و در بخش دوم ای است که دوستای گرامی که کامون سیوتخ کاموند، هر دوست ما که مثلا شایقین از این است که میخواید یک هتل کار کنه، یک سرونت شوه، یا مثال گپ یک نمیفهم در زبان ما شما چی میگه، کسی که به هتل کار میکنه کاموند میگیره. درست است؟ یا در حساب وطنی ما شما بگوییم یک شاگرد هتلی میخواه شوه. پس شما میتونین که امی ویدیو ما را تا آخر خوب سعی با دقت بخوانین و متوجه شوین که دانلود کنین درسشه و لطف کرده قلم کتابچه بگیرین، تکرار کنین هر لغت هر چیزه و ما 100% اطمینان میتونم که شما در هر جایی به اینترویوش برین 100% کامیاب هستین و به وظیفه هایرتان میکنه. درسته دوستای گرامی؟ پس دیگه وقتتون نمیگیرم. اگر به چینل نو هستین سابسکرایب کنین، اگر دوستای سابق هستین با هموطنای ما شیر بکنین این ویدیو ما را، البته تمام درسای ما را، تا که همه هموطنای ما مستفید شود. درست است؟ پس بیاین که به درس ما آغاز کنیم. در بیتیوت دوستای گرامی، قسمی که شما میبینین این درس های است که ما شما قدم به قدم پیش میریم و زمانی که بخیر در درس آخری برسیم دیگه کورس A1 ما شما به اتمام میرسه دیگه. بعدا باز اگر وقت داشتم شاید که ویدیو را نیز به شما شروع کنیم، اگر نداشتم دیگه بعدا خودتان میفهمین و در روز زمان انشالله ما قسمی که همراهتان وعده کرده بودم بسیار به سطح بالا انشالله شما زبانتان پیشرفته می باشه و میتونید که مشکلات روزمره حل کنید. درست است؟ پس امروز درس ما شما قسمی که قبلا براتون عنوانش خواندم، باز هم لفخوی لگیوم ای انگریدین دی باز دی لاکوزین. خب درس ما که شروع میشه دوستای گرامی، البته سلاید اولی است که چی گفته شده؟ لا نوغاتیوخ، لا نوغاتیوخ یا لزلیما، لزلیما. بعضی ها الیما میگشه، بعضی ها الیمنتاسیون. دوستای گرامی، البته در زمان فرانسوی یا همیشه بسیار لغت‌های قوی استفاده میکنه، این رو باید داشته باشین. درست است که معنای انگلیسیش فود میشه و زبان ما شما چی میگه میشه؟ غذا، غذا.
درست است؟ و یا خوراک البته بیا که آمیانان بگوییم. و طور معمول شما متوجه هستین که همیشه درسای ما اسلایدهای ما 4 زبان می باشه: فرانسوی، انگلیسی، دری و پشتو. شما میتونین که در کالام نخست فرانسوی رو یاد بگیرین، انگلیسی را، دری را، اگر کدام دوست ما پشتو زبان است با آنها. البته درس های علایده در چینل موجود است، عین موضوع، عین درس، عین لکچر، همه چیز به زبان پشتو برشان موجود است، میتونید که از اونجا مستفید شود. پس قبل از اینکه وقتتان ضایع نکنیم بیاین که به درس آغاز کنیم. خب البته بعضی اینها که هستک لغات هستک، بعضی اینها وقت به شما معرفی میکنه، بیاین به خواندنش پیش میریم و بفهمین. خب avoir faim، avoir faim، avoir faim، گرسنه بودن، to be hungry، to be hungry. صحیح است؟ اگر یادتون باشه یا بعضیتون اگر متوجه باشین ما شما با زبان آمیانی خودتون داریم میگه از گشنگی مردم. درست است؟ چه قسم میگن؟ je meurs de faim، je meurs de faim. خب لغت بعدی است که باز هم دوستای گرامی ببینین همیشه ما به درسای ما که البته طور معمول با شما گفته بودیم که همه درسای ما به شما بسیار به طریق پروفشنال پیش می شود و اینجا ببینین همیشه در نظر بعض موضوعات گرامری نیز به شما گرفتیم. ببینین کدام لغت هایی که مؤنث است، مذکر است به شما به 2 نوع رنگ اینجا پیشنهاد داده شده. هر کدامش که مذکر است به رنگ آبی است و هر کدامش که به مؤنث است رنگ گلابی گرفته شده. درست است؟ پس این را به یاد داشته باشین. لغت دیگه که داریم ما شما لغوپا، 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 میل، غذا میگوین برش یا خوراک. صحیح است؟ پس دوستای گرامی همیشه به طور مثال اگر شما به یک جمله استفاده میکنین این قسم گفتن نمیشه که مثال اگر شما بگوین که avez-vous la nourriture، این nourriture معنای غذا است ولی در جمله استفاده نمیتونی. avez-vous le repas یعنی شما غذا خوردین و یا خوراک کردین، یعنی به این قسم. درست است؟ le petit déjeuner، le petit déjeuner، le petit déjeuner، breakfast، صبحانه. le déjeuner، le déjeuner، le déjeuner، lunch، نان چاشت. le dîner، le dîner، le dîner، dinner، غذای شام و یا غذای شب. درست است؟ le goûter، le goûter، le goûter، after school snack، میان وعده بعد از مکتب. البته دوستای گرامی این یک چه قسم به شما خاص با آنها پیدا ندانستم، البته به زبان عامیانه براتون بگویم. کدام وعده غذا که مثلا شما در مکتب میخورین و یا کدام مکتب که مثلا شما اطفال دارین در مکتب میرود و طرف پیشین و یا طرف دیگر از مکتب فارغ میشوند، رخصت میشوند، بعد از اینکه رخصت میشن با آنها بعضی اوقات یک به زبان انگلیسی براتون میگم یک سنک میده برشان، یک چیز برشان میده که بخوره از او. درست است؟ البته شما خب معلومات دارین کسایی که طفل داره همیشه طفلایتون در مکتب یک چیز میخوره، پس اون موره گوته میگه. درست است؟ ها les heures d'œuvre، les heures d'œuvre، les heures d'œuvre یا l'entrée، l'entrée، l'entrée. پس این جملات ببینین زیادتر از اینها زیادترش در هتل ها استفاده میشه، زیادترش همراه شخصی شما استفاده میتونین همراه دوستایتان استفاده کنین، فرق میکنه. پس یک جمله است و یا این کدام جمله که با شما خواندم که لزوق دی اوفر یا لندخه ای شما زیادتر شاید که در هتل ها بشنوین. به معنای چی است؟ اپیتایزر یا ستارتر. ای پیش غذا را میگوید یا اشتهاوره. پس ببینین زمانی که شما به یک هتل میرین با شما پیشنهاد میکند که آیا شما چیز میخواین؟ شما چیز میخواین که اشتهایتان بیارن؟ به طور مثال اگر متوجه شده باشین در وطن ما شما نیز به یگان عروسی میرفتین یا به طور مثال به یگان هتل میرفتین نخست برتان یک سوپ می آوردک. پس او سوپ چی میکرده؟ او سوپ به معنای ازی است که شما را اشتهایتان نمیاره، شما را آماده ازی میسازه که شما غذایتان صحیح نوش جان کنین. درست است؟ به این قسم. La soupe، la soupe، la soupe. ببینین
اسم مذکر است، ببخشید مؤنث است. و این اسم دومیش که است ای عین معنای زیر میده، لپوتاژ، لپوتاژ، لپوتاژ. هر دویش معنای چی را میده؟ سوپ، سوپ و یا شوربا، سوپ یا شوربا، یا به زبان عامیانه بگویم میتونه شوروا. درست است؟ Le plat principal. Le plat principal. Le plat principal. Main course. غذای اصلی و یا به طورتان بگویم که به طور مثال براتون بگویم که همون غذای اصلی سیست که یا کدام به زبان عامیانه ما شما میگیم دیگه که مثلا اصلی دیگه درست است. یا کدام غذایی که مثلا اصلی شما پخته کرده می باشین و یا مثلا اصلی غذایتان چی هستک. به طور مثال در یک هتل مثلا 3-4 چیز داشته می باشه، مثلا قابلی، پلو است. البته به حساب هتل ما شما میگویم. و هتل خارجی که میره حتما آنها یک مینوی خاص داره نه با این قسم. پس غذای اصلی را لپلا پرینسیپل میگه. بعدنش که هستک لا سالاد، لا سالاد، لا سالاد. سالاد هم سالاد به انگلیسی میگه و ما شما نیز بر سالاد میگیم نه. سالاد یا بخشین البته سالاد نوشته شده. ما اگر یگان اشتباه میشود معذرت ما رو بپذیرین، ما انسان هستیم، بعضی اوقات یگان غلطی از ما میشود. درست است؟ خب لو دیزر، لو دیزر، لو دیزر که به انگلیسی برش چی میگه؟ دیزرت، شیرینی، شیرینی. البته این کدام شیرینی است که آن شیرینی را میگوید که شما بعد از غذا یا پیش از غذا میخورین، به طور مثال فرینی، حلوا و غیره و غیره. درست است؟ یا آیسکریم بعضی ها ترجیح میدهند. لا کوزین، لا کوزین، لا کوزین، کیچن یا کوکینگ. ببینید دوستا، این که است کوزین هم اسم شده میتواند هم فعل شده میتواند. دوستای گرامی اگر درباره فعل میخواین که بفهمین در سال گذشته یک بار سر بزنین، در پلیلیست موجود است میفهمین که فعل چی را میگوید. درست است؟ فعل چیز را میگوید که یک عمل اجرا میشه و اسم چیز است که به شما نشان میده که یک شی است. پس زمانی که اگر اسم استفادهش کنین پس کچن میشه، یعنی آشپزخانه میشود. اگر بگوین که فعل باشه پس کوکینگ میشه، به معنی ازی است که آشپزی. ببینین آشپزخانه امو اتاق را میگه که شما اجاق گاز است، که دیگ است و ظروف است و غیره و غیره، تیر آشپزخانه میگوید. کوزین استفاده میتونین. اگر کوزین به حساب فعل استفاده کنین کوکینگ میشه و آشپزی میشه که شما خودتان دست به کار میشین و یک دیگ و یک چیز آماده میسازین. La salle à manger. La salle à manger. La salle à manger. Dining room. Dining room. سالن غذاخوری. سالن غذاخوری. کدام جایی که یا کدام سالونی که شما میشینین و غذا میخورین. البته شما حالا بهتر میفهمین که وطن ما شما مثلا در یک اتاق میخوابیم، نان میخوریم، خو میکنیم، گپ میزنیم، کل چیزا یک اتاق است نه. ولی در این ملک ها و قسم نیست که هر چیز از خود اتاق داره. پس این اتاق غذاخوری را چی میگه؟ لسل اموژه. لغت بعدی که داریم لو رستوران. لو رستوران. لو رستوران. رستورانت. خب رستورانت ما شما هم رستورانت میگیم. درست است؟ دیگه اینجا بعض نام غذاها بود، بعض اوقاتش بود و غیره و غیره. و اینجا متوجه شوین ما شما اینجا گوته ببینین. اینجا ما شما چی را گفتیم؟ اما میان وعده بعد از مکتب که مثلا بعد از وقت مکتب که شما یک چیز را میخورین. البته این به بزرگانی برای ما اطفالتان است که از مکتب وقتشون خلاص میشه و یک چیز را میخوره بعدا به طرف خانه خود میره. نه گوته. شما میتونید که گوته رو در دیگه معناها نیز استفاده کنین. مثلا مزه چشیدن میگوید، مثلا یک چیز را مزهش میچشین. درست است؟ در اسلایدهای بعدی میبینین. حالا ببینین دوستا باز هم ورب بعض فعل هاست که شما زیادتر مخصوص خوراک می شود. درست است نه؟ مانژه، مانژه، مانژه. پس دوستا شما کانجوگیزم اگر متوجه نشده باشین لطف کرده برین به ویدیوهای شاید 4م و 5م باشه. اونجا به شما افعال درس داده شده، کانجوگیزم درس داده شده. شما میتونید که اونجا اینها را استفاده کنین. مثلا je mange، tu manges، elle mange و غیره و غیره. درست است؟
که مانشیمانو to eat خوردن. دژونه چی؟ to have breakfast خوردن صبحانه. دینه to have dinner صرف طعام شام. دینه. گوته 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 to test چشیدن. چشیدن البته بعضی همشیره های ما شما مثلا که در خانه آشپزی میکنن و دیگ پخته میکنن، آنها نمک از او دیگ میچشن. درست است که آیا نمک داره یا نداره. مثلا اگه شیر برنج پخته میکنن میگه ببین سعی کن که بورش برابر است یا نه. درست است و میچشیشه. پس این میچشیدن چی میگه به فرانسوی؟ گوته. گوته. و در اسلاید بعدی شما دیدین نه که گوته اینجا چی معنا بوده؟ اینجا غذای بعد از مکتب بود. پس به این معنا باید شما پی ببرین که یک لغت چندین معنا داشته در فرانسوی. از این بابت دوستای گرامی لفخوید که فروت یا میوه هاست که کدام لیست بعدی که هست ما شما درباره میوه ها میخوانیم. خب لغت اولی که هست همراه ما چی هست؟ لبغیکو لبغیکو لبغیکو. اپریکات اپریکات چی؟ زردالو زردالو. درست است؟ لاناناس لاناناس لاناناس. پاینپل 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 اناناس. لبنان لبنان لبنان. دوستای گرامی باز هم طور معمول که به شما گفتم که همیشه برای گرامر توجه شده. ببینید در بین قوس ام معنایش چی است که اسم لاناناس مذکر است. خب و ای که باز هم دوباره مؤنث شده. ببینید به رنگ گلابی نشان داده شده. لبنان لبنان بنانا. بعضی ها موز برش میگه، بعضی ها کیله برش میگه. درست است؟ خب لا سوغی لا سوغی لا سوغی. چری. ما شما گلاس میگه منی یا آلو بولو میگیم. گلاس البته زیادتر برش میگه منی. هم کدام آلوی خورترک خورترک میباشه سرخ سرخ آلو بولوی و نموره سوغی میگوید. لستخون لستخون لستخون. لیمو لیمون لیمون لیمو لیمو خو بهتر میدانین. Le citron vert le citron vert le citron vert. لایم یا لیمون هر دوش یک معنا میده. لیموی سبز. ببینید دو نوع لیمو داریم. یکی لیموی زرد است یکی لیموی سبز است. وقتی که میخواین مشخص کنین اگر از تنها بگوین لیمون ببخشین سیتخون که شده فقط لیمو است لیموی زرد شد. با زمانی که شما میخواین که مثلا مشخص بسازین کدام لیمو است لیمون ببخشین سیتخون وغ دیگه لیموی سبز شد. خب وغ معنایش رنگ است رنگ سبز. لفیک لفیک لفیک. فیک هم به انگلیسی فیک گفته می شود که ما شما انجیر میگوییم. میشه چی؟ انجیر انجیر. لفخیز لفخیز لفخیز. استرابری استرابری. بعضی هموطنهای ما توت فرنگی میگیش کسایی که در ایران وقت دیر کرده ولی ما شما توت زمینی میگیمش. درست است؟ در زبان دری توت زمینی میشه. از کدام هموطنهای ما که در ایران وقت دیر کرده آنها توت فرنگی میگویش. این سلاید نیز به ادامه امو میوه هستک. این لغتی که میبینید شما چی هستک؟ لا فرومبواز لا فرومبواز لا فرومبواز لا فرومبواز. چی هستک به انگلیسی؟ راسبری راسبری. توت راسبری. دوستای گرامی این به یاد داشته باشین که امی کدام لغاتی که میبینین مثلا بر شما نامعلوم میباشد یا نمیفهمین یا میخواین که پوره البته زیاد معلومات دربارش به دست بیارین پس لطف کرده امی سر از دبل کلیک کنین کاپیش کنین ببرین در گوگل پرتین برش
البته ما به صورت امکان زیاد به شما ترجمه نام اینجا نوشته کردیم، ولی شما میتونین که امور ببرین در اونجا پرتین و در آنجا شما خودتان متوجه شوین که چه قسم توته میگوید. به خاطر که زبان ما شما بیچارگکا بسیار ضعیف است، بسیاری چیزها را ما شما نداریم. به او خاطر پس ما هم توت رازبیری نوشته کردیم. این به مانند توت تقریبا شاتوت است. درست است؟ خب لا گرانات، لا گرانات، لا گرانات به انگلیسی بر چی میگه؟ pomegranate، pomegranate، انار. چی؟ انار. انار زبان دری و پشتو یک چیز است نه؟ خب لا ماندارین، لا ماندارین، لا ماندارین، ماندارین اورنج. این چی است دوستای گرامی؟ کینو. اما کدام کینو یا کدام مالته که ما شما میخوریم و همراه دست پوست میشود اون را ماندارین میگه. خب لو ملون، لو ملون، لو ملون. ملون به انگلیسی هم ملون است. خربوزه، خربوزه یا خربوزه. ببخشید دیگه، البته بعضی اوقات اگه از پیش ما یگان اشتباه میشه با بزرگواریتون ما رو ببخشین. خب لمیوغ، لمیوغ، لمیوغ. بلک بری، بلک بری. توت سیاه. درست است؟ توت سیاه را چی میگه؟ لمیوغ. لمیختای، لمیختای، لمیختای. بلک بری، بلک بری. این دوستا توت سیاه که بوده موغ و این بلک بری که هستک. ببینید بلک بری این بالانگه بودک و بلو بری این یک توت آبی مانند است دیگه. البته شما باز با بزرگواریتون باز هم امیر کاپی کنین و در چی پست کنین، میتونین که از عکسایش اونجا فرقش پیدا کنین. درست است؟ اسم بعدی که است لورانج، 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 لورانج. اگر الش نمیگین اورانج، اورانج. ببینین اسم چی است؟ مذکر است، اسم مردانه است. به انگلیسی هم برش اورنج میگه، ما شما نارنج میگوییم. دوستای گرامی البته در ملکای اروپایی، در ملکای خارجی نارنج که هستک اینها اون مالته را میگوید که همراه چاقو خورده میشود. درست است؟ همراه چاقو مثلا توتیش میکنین و بینش میخورین، اون مالته را اورانج میگوید. ولی در وطن ما شما اورنج خودتان بهتر میفهمین که نارنج چی است. نارنج هم کدام خود نارنج است به طور مثال بسیار به مانند لیمو ترش است و از استفاده میکنیم. به یادتان است نه؟ پس بین نارنج ما و شما و نارنج خارجی ها اینمی فرقتی را به یاد داشته باشید. درست است؟ خب لغت بعدی که است باز هم اسم مذکر است. لو پامپلموس، لو پامپلموس، لو پامپلموس. گریپ فروت، گریپ فروت، گریپ فروت و یا ترنج. بعضی ها گریپ فروت میگوید، بعضی ها ترنج میگوید. ترنج هم کدام مالته مانندی چیزهایی است که البته کدام میوه است که بزرگ می باشد. البته هر دو دستتان که قسم بگیرین اینقدر کلان کلان می باشد و پلیش هم هر کدام پلیش مثل مالته می باشد، بزرگ بزرگ به رنگ گلابی، به رنگ نارنجی قسم داخلش می باشد. پس او را پامپلموس می گوید. لغت بعدی که است لپاستیک، لپاستیک، لپاستیک. چی است؟ واترملون، واترملون. هندوانه یا تربوز. البته هندوانه را شما زیادتر ما شما هندوانه میگوییم نه، بعضی ما تربوز میگوییم. خود دوستان گرامی پاستیک تربوز میگوید و میلون خربوزه را میگوید. درست است؟ خب لپش، لپش، لپش. به انگلیسی چی میگش؟ پیچ، پیچ. شفتالو. لپواغ، لپواغ، لپواغ. دوستای گرامی اگر میخواین که همراه ما تکرار کنین بهتره می است که تکرار کنین تا که زبانتان همراهش رو شود. به انگلیسی چی میگش؟ پیر، پیر. ما شما به زبان ما چی میگش؟ ناک، ناک. و بعضی به طور امکان بعضی ها برش نشپاتی میگوید نه؟ و ناک زیاد رواج است. خب لپام،
La pomme. La pomme. La pomme. Apple. سیب. سیب. La prune. La prune. La prune. هیچ از پلام. پلام. این آلو است دوستای گرامی. ببینید ام کدام آلویی که شما بزرگ بزرگ مثلا در بازار میبینین، در بخشی های در سوپرمارکت ها میبینین، اونمو را پخون میگوید. اگر بگوید که لپخونو، لپخونو، لپخونو یعنی پرونی، این آلو بخارا است. پس آلو بخارا و او دیگر آلو چی فرق داره؟ اینجا فکر میکنم که به شما در تصویر گرفتیم. ببینید ما به شما کاپی کردیم، درست است؟ این پخون است دوستای گرامی. ببینید این خودش پخون است که پام به انگلیسی ببینید پام گفته شده، ولی پخونو نیز به شما اینجا تصویرش گرفتیم. ببینید به این قسم که ما براتون کاپی کردیم، همین قسم شما کاپی کردین، به خاطر نمایش به شما ایره کاپی کردیم. این آلو بخارا است. ببینید کم درازتر است از او آلوی قبلا کرده. پس آلو بخارا و آلو فرقش اینجاست. درست شد؟ ها، لغت بعدی که داریم دوستای گرامی او است لغزه. 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 گریپ. انگور. دوستای گرامی این را به یاد داشته باشین که انگور را غزه میگوید و کشمش همچنان. این دیگه نال فرق میکنه نظر به کجا، نظر به سناریوی شما که در چه قسم حالت شما چی میخرین. اگر به دکان ترکاری و دکان میوه تازه میروین غزه میگوین، پس به معنی عزیز که شما انگور میخرین. اگر در دکان های میروین که به طور مثال میوه خشک وجود داره، میوه خشک لفخوی سک میگوید. خب سک، لفخوی سک. پس اگر در دکان های میوه خشک میروید و اونجا شما غزه میطلبین، پس به معنی است که شما کشمش میطلبین اونجا. ببینین قبلا در لغت گوتی به شما گفتم، به اینجا همچنان، اما عین موضوع است که یک لغت انها برای چند چیز استفاده میکنن. مجبور هستید یاد بگیرین. این قسم زبان فرانسه این قسم است. خب در این اسلاید شما دوستا ببینین چی نوشته است؟ لگیوم. لگیوم. این هم اسم مذکر است که به انگلیسی برش vegetable میگوید و ما شما برش چی میگیم؟ سبزیجات. سبزیجات. لغت نخست ما شما که است لی. 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 اسم مذکر است به انگلیسی برش گارلک میگه، ما شما سیر میگوییم. سیر. اگر بعض دوستای ما با سوپر مارکت رفته باشین و همین کدام پاکستانیای ما شما رو دیده باشین، یا مثال گپ پاکستانیای ما شما یا پاکستانی ها رو دیده باشین یا مثلا بنگلادیشی ها رو دیده باشین، اونها سیر میفروشه و چغ میزنه لی 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 لی. اون چی است لی؟ گارلیک یعنی سیر. درست است؟ بعدا اسم که است لختیشو. 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 این هم اسم مذکر است. به انگلیسی چی میگه؟ آرتیچوک. این یک نوع سبزی است. دوستای گرامی این چه رقم سبزی است؟ این یک قسم سبزی است مانند مخروط. ات خورترک و ورق کا داره یا خورترک برگ کا داره. میتونیم که میدیش کنین و ما البته تا بال موافق نشدیم که بفهمیم که چه قسم پخته میشه. واقعیتش چندین بار گرفتیم، چندین بار بردیم، خانه خشک شده و سنفتیده ولی نفهمیدیم که چی شود. پس شاید شما تکلا باشین بفهمین که چه قسم پخته میشود. خب اسم بعدی که از همراه شما les asperges. les asperges. les asperges. ببینین این چی است؟ این اسم مؤنث است. اف نوشته است، میبینین در بین قوس مؤنث، فیمینین. خب به انگلیسی چی میگش؟ اسپارگوس. اسپارگوس. سبزی مارچوبه. چی؟ سبزی مارچوبه. مارچوبه دوستای گرامی کسایی که در فعلا در البته زیادترتان از رای ایران آمدین و همه‌تان همراهش بلدیت دارین که مارچوبه چی است. دیگه که است لوبرژین. لوبرژین. لوبرژون. این هم اسم فیمینین است. ایک پلانت میگش. بانجان سیاه یا بادنجان سیاه.
خب معذرت میخوایم باز هم میم شده اینجا. خب خیره. بادنجان سیاه چی میگه؟ لوبرژین میگوید. خب اسم بعدی که هستک اینجا چی هستک؟ لبت غف. لبت غف. لبت غف. بیت. به انگلیسی برش بیت میگه، ما شما برش لبلبو و یا چوغندر میگوییم. لبلبو رو خودتان بهتر میفهمین که در بعض ولایت های ما شما زیادتر میشود، مثلا به کندز و بغلان و بورس پیش میسازه. نه لکغوت. 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 کارت. زردک. لوسلغی. 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 به انگلیسی برش سلری میگه. این سبزی مانند گشنیز است. دوستای گرامی گشنیز خود دیده نه؟ ام کدام دندش که است بزرگ بزرگ است البته از سلغی دیگه، اونمو مانند است. او را سلغی میگه به فرانسوی. لغت بعدی که است لو شامپینیون. لو شامپینیون. لو شامپینیون. مشروم. البته باز هم کدام وطندارای ما که در ملکای همسایه ما زندگی کرد آنها برش قارچ میگوید و ما شما برش چی میگیم؟ سمارق. سمارق. لو شوفلوغ. لو شوفلوغ. لو شوفلوغ. کالیفلاور. این گلپی است دوستا، گلپی. لست خوی. لست خوی. لست خوی. پامکن راوند. این کدوی گرد میگه دوستا. کدوی گرد مطلبش این است که کدام کدوهای کته کته زرد زرد که دیده باشین هم رده رده اونمو را لست خوی میگوید. لکون کمبر. لکون کمبر. لکون کمبر. کاکیومبر. بعضی ها برش خیار میگوید، بعضی ها برش بادرنگ میگوید، ما شما بادرنگ میگوییم. نه به خاطر این بعض نام های ایرانیش نوشته میکنه که بعضی هموطن های ما البته یگان لغت های خارجی رو یاد گرفته و البته ما شما خیار در زبان دری نداریم، به زبان فارسی است. درست است نه؟ به خاطر از می نویسم که بعضی هموطن های ما که البته به طریقه از و زبان یاد گرفته از اون طریقه بفهمن. لکورژ. 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 سکوش. سکوش. ای کدوی زرد رنگ. کدوی زرد رنگ دوستا کدام است؟ ای کدام یکی کدوی پیشتر براتون گفتم من که سدخوی، اما کدوی زرد رنگ کتا کت است. مثلا قاعده را بغلتون میه. ای کدوی کورش که است دوستای گرامی، این هم کدوهای زرد رنگ است ولی فکر کنین که قاعده 1 کیلو 1.5 کیلو میه، ات دراز مانند است. پس ای هم کدوست. لا کورشت. لا کورشت. لا کورشت. زوکینی. به انگلیسی برش زوکینی میگه، ما شما کدوی سبز میگه میشه. هم کدام کدوی سبز بعضی ها برش تنده میگه، بعضی ها برش چی میگه شه؟ کدوی سبز میگه میشه که خرد خرد میباشه. قاعده را قف دستتان به مانند بادرنگ میتونین که از مثلا بعضی ها قرمه مرمه و تا بالا جور میکنن. درست است؟ لغت بعدی که هست لپیناغ. لزپیناغ. 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 این هم اسم مذکر است. به انگلیسی برش چی میگه؟ سپانیش. سپانیش. پالک. لو حقیقو. لو حقیقو. لو حقیقو. چی است؟ بین. بین. لوبیا. لوبیا. خب و لغت آخری که داریم در این سلاید لنیم. 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 اسم مؤنث است به اف نشان داده شده یعنی فمینن. یم به انگلیسی برش میگه. این سیب زمینی شیرین، البته به حساب ایرانی یا حساب فارسی براتون بگویم و کچالوی شیرین ما شما میگه میشه. این کدام کچالوست؟ همون کدام کچالوهایی است که مثلا دراز دراز بزرگ بزرگ میباشه. قاعده دستتان یا قاعده قف دستتان به مانند بادرنگی قسمی و زیادتر مردمای افریقایی زیادتر ایره خوش داره دیگه. ایره لنیم میگوید. درست است؟ خب در اسلاید بعدی ما دیگر ترکاری که داریم که یا سبزیجاتی که داریم او چی است؟ لچیو.
لا لچیو لا لچیو. لیتیوس به انگلیسی میگوید، ما شما چی میگیم؟ کاهو. بعضی ها کاهو میگه، بعضی ها کاهو میگویش نه. خب لغت بعدی لونیو 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 لونیو. ام آنین به انگلیسی میگوشه، ما شما چی میگیم؟ پیاز. لومایز لومایز. کورن کورن. جواری یا جوار. درست است؟ جواری یا جوار. لپت ببخشین لپتات دوس لپتات دوس لپتات دوس. سویت پوتیتو سویت پوتیتو. خب دوستای گرامی، البته از شما از معذرت میخوایم. ای امو کدام لپتات دوست، امو کدام پیشتر که براتون گفتم امو کچالوی بزرگ بزرگ است که افریقایی ها زیادتر خوش داره. و در این سلاید که به شما لنیم گفتم ای نری کچالو و یا سیب زمینی و یا کچالوی شیرینی است که خرد خرد می باشد، پشمدار پشمدار. البته در وطن ما شما از پاکستان می آمده و زمانی که پختش میکنید لشموک لشموک می باشه، نه اون است. خب لپتات دوست همون کچالوی شیرین بزرگ بزرگ است که افریقایی زیادتر استفاده میکنن. لپوتی پوا لپوتی پوا لپوتی پوا. پیز. ای نخود از دوستا. درست شد؟ ای نخود بود. خب لپواغو لپواغو لپواغو. لیک. این دیگه مورد پسند خانم های هموطن های ما شماست که گندن است. گندن را خب میفهمین دیگه، کنه گفته اگان تا آشک و غیره و غیره میسازین. خب لپواغو لپواغو لپواغو. ای بل پپر. مرچ و یا فلفل دلمه‌ای. مرچ دلمه‌ای میگین برش، یا فلفل دلمه‌ای میگینش، یا مرچ دلمه میگینش، خلاص. لا پوم د تیر لا پوم د تیر. پوتیتو. سیب زمینی یا کچالو. ببینین من به خاطر میگم تانه که با دو طریقه براتون نوشته میکنم که کسایی که در ایران زندگی میکنند خود ایرانی ها یگان چیزها را از زبان فرانسوی ترجمه کردن. درست است؟ ببینین در فرانسوی گفته شده که لا پام د تیغ. پام سیب میگوید، تیغ زمین میگوید. میگه سیب زمینی. سیب زمینی ایرانی ها برش میگوید. ما شما چی میگیم؟ کچالو. درست شد؟ پس ای دری شد و ای کشد فارسی شد. خب دوستا لغت بعدی که است لو پوتیغون لو پوتیغون لو پوتیغون. پامکن. ای هم کدوی زرد رنگ بزرگ است. دوستا باز هم ای پوتیغون و در ای سلاید قبلی که ما شما اینجا لا ستخوی خواندیم عین نام است. پس ای اردوش امو کدوهای بزرگ بزرگ ردده که داره اون امو کدوها را میگوید. خب لا غدی لا غده لو غده. به انگلیسی برش چی میگه؟ ردش. که ما شما مولی سرخک میگویه میشه و مردم که در ایران زندگی میکنن اونها تربچه میگیش. تربچه. خب لاغوکت لاغوکت لاغوکت. به انگلیسی چی میگشه؟ ارگولا ارگولا. تراتیزک تراتیزک. لاتومات لاتومات. به انگلیسی تومیتو میگهش و ما شما بادنجان رومی میگوییمش، نه؟ بادنجان رومی. خب دوستا البته سبزیجات خلاص شد، به اتمام رسیده در اینجا. حالا ما شما چی را میخوانیم؟ لپخودوی لیتیه لپخودوی لیتیه یا دایری پرودکت. با چی؟ با انگلیسی برش دایری پرودکت میگه و ما شما محصولات لبنی میگیم. محصولات لبنی یعنی از لبنیات چی به دست که میایه؟ به طور مثال از لبنیات یعنی از شیر چی به دست میایه که ماست استک و غیره و غیره است. نه بس بیاین که بخوانیم درباره از اینکه چی چیزاست. خب
لغت نخست که استک لو بابوغ، لو بابوغ، لو بابوغ. چی استک؟ باتر ملک، باتر ملک. ایره آب دوغ میگن یا دوغ میگن، مربوط خودتان میشوه. اما دوغ ما شما رو چی میگه؟ بابوغ. خب لبوغ، لبوغ، لبوغ. باتر، مسکه، مسکه. دوستای گرامی، البته ایره به یاد داشته باشین هر چیز را که شما یاد میگیرین این قسم نیست که شما یاد میگیرین به دردتان نمیخوره. همه چیز روزمره به درد شما میخوره. امکان داره که بعضیتان فامیل دار باشین، مثلا یک روز تفلکتان به چیز رد داشته باشه، به بوغ، به می مسکه، نام از یاد نداشته باشی و بری مثلا کل کارتنا رو چک کنی باش که مسکه کجا نوشتهش نمیفهمین. نه، پس اگه بفهمین که بوغ به معنای بتر یا مسکه است، پس مستقیم میرین هم کارتنکش میگیرین میاین در خانهتون به متفلکتان میتین، انشالله مشکلتان حل میشه. با این موضوعات به خاطر از نی همه چیز به شما به شروع از کورس گفته بودم که همه چیز به شما پروفشنال پیش می شود، هم از نگاه گرامری هم از نگاه لغات، تا که هموطنای ما هیچ مشکل نداشته باشه در آینده. خب لکخم، لکخم، لکخم. این کریم است. کرم رنگ چی؟ البته اشتباه شده است پیش ترجمهش. کرم یا کریم، کدام کریمه که یا کدام مثلا اگر شما متوجه شده باشین که در وطن ما شما به نام ملایی یاد میشد، نه؟ اونمو را کرم میگوید. البته ترجمهش از ما اشتباه شده، با معذرت فراوان. La crème fraîche, la crème fraîche. Slightly sour thick cream. این یک خامه‌ای غلیظ کم ترش. کدام کریمی که خامه‌ای است که البته مثلا شما را قسم بکنیم کدام پنیری که یا کدام کریمی که غلیظ است کم ترش مانند است اونمو را la crème fraîche میگوید. Le fromage, le fromage, le fromage. چیز، چیز خب پنیر است دوستای گرامی، درست است؟ le fromage blanche، le fromage blanche، le fromage blanche. کریم چیز، کریم چیز، پنیر خامه‌ای. دوستای گرامی این چه رقم فرماژ بلانش است؟ این پنیرهایی است که به کدام قوطیگک هایی که مثلا شما ماست پیدا میکنین امی فرماژ بلانش نیز می باشه. در پایینش نوشته می باشه که یا یوخت یا فرماژ بلانش. پس این هم مانند ماست است ولی زیاد چربتر است. مثلا شما از ماست میتونین که مثلا 10 قاشق بخورین، ولی اگه از این 3-4 قاشق بخورین فکر میکنین که ما بسیار زیاد لبنیات خوردیم. به خاطر چی که این فرماژ است و این چرب است. درست است؟ در پایین قوطیش نوشته میشه که لفرماژ بلانش، پنیر خامه‌ای. لاگلاس، لاگلاس، لاگلاس. چی؟ آیس کریم، آیس کریم. آیس کریم البته باز هم آیس کریم ما شما آیس کریم میگیم و بعضی هموطنای ما که به زبان فارسی گپ میزنند بستنی میگیش، نه؟ بستنی. خب لوله، لوله، لوله. ملک، ملک. شیر، شیر. و نام آخری که در این اسلاید است کوچی است لو یوخت، لو یوخت، لو یوخت. باز هم اسم مذکر است که به انگلیسی بر چی میگه؟ یوگرت. ما شما چی میگیم؟ ماست، ماست. درست است؟ در این اسلاید دوستای گرامی شما چیزی که یاد میگیرین درباره گوشت است. حالا در این اسلاید بعضی نام هاست که مثلا که شما خود گفتین که مثلا چرا من این نام از این گوشت یاد بگیرم. درست است نه؟ بعضی اوقات قسم سر شما میآید یا حالت سر شما میآید که مثلا یک جای میرین تیار غذای آماده میخرین، مثلا یک قوطی آماده است شما میخرین، در پشت از اون نوشته است که مثلا پورک، صحیح است؟ پورک، گوشت خنزیر یا گوشت خوک. پس ببینین باید بفهمین نه؟ مثلا نوشته است که یک جای ژامبون، ژامبون. باید شما بفهمین که هم گوشت خوک است. به خاطر از این موضوعات براتون در ابتدا گفتم که همه چیز به شما بسیار واضح گرفتیم تا که بفهمین و در آینده مشکل نداشته باشین. درست است؟ خب
در موضوع در ببخشید در مجموع گوشت چی میگه؟ لویاند. لویاند میت یا گوشت. تمام گوشت ها زیر زمین کاتگوری میآیند. نام اولی که است که شما لانیو. لانیو. لانیو چی است؟ لم. لمب. گوشت بره. چی؟ گوشت بره. دیگه است که است چی است؟ لی آنشوا. لی آنشوا. لی آنشوا. ای آنشویز به انگلیسی برش میگه که آنشوی دوستای گرامی ای چه رقم چی است؟ با شما فکر میکنم که گرفتیم که اینجا عکسشه. ببینین به این قسم کپی کردیم براتون آوردیم اینجا انداختیم. ببینین به شما آورده. اینجا تمام نام های آنشوا بر شما آمده. ببینین شما میتونین اینجا ببینین غصه آنشوا مثلا امو رسیپیش چه رقم جور میشه. مثلا ببینین به هر نوعش شما تازهش میتونین بخرین. شما میتونین کانسروایش بخرین. شما میتونین که مثلا در یک جای آردر بتین. این مربوط خودتان میشود که چه قسم میشه، مثلا پختش یا مثال بوتلکیش، قوطیگکیش و غیره و غیره. درست است؟ پس این در این قسم جایا به شما به درد میخوره که یا شما میتونین که از هتل خریداری و از سوپرمارکت یا از مارکت خریداری میکنین یا در کدام جای در هتل شما فرمایش میدین. پس به خاطر از این موضوع به شما هر چی یا هر موضوع رو به شما یا هر لغت به شما گرفتیم. با معذرت یک لحظه. معذرت میخوام دوستای گرامی. خب بعدا لغت بعدی که ما شما داریم کوچی است لوبف تک. لوبف تک. لوبف تک به انگلیسی چی میگه؟ استیک. استیک. بعضی ها استیک میگه، بعضی ها کباب میگه. درست است؟ اما کباب های گرد گرده. لو کناغ. لو کناغ. لو کناغ. دک. گوشت مرغابی. گوشت مرغابی را کناغ میگه. البته کناغ شما میفهمین که یک نوع دو فرانسوی نیز است نه؟ خب لدند. لدند. لدند ترکی. گوشت فیل مرغ چی میگوید؟ دند. خب بعدی که است لی اسکارگو. لی اسکارگو. لی اسکارگو. سنیل. حلزون یا حلزون ها. پس حلزون دوستا چی رو میگه؟ ما شما البته کسایی که در وطن زندگی کرده، در قریا زندگی کرده باشه، ما یک چیزی بود به نام گوک میگفتیم و به حساب علمیش حلزون میگشه. دیگه اگر نفهمیدین لطف کرده عکسش بگیرین، چیش کاپی کنین، اسمش کاپی کنین در گوگل، مثل که قبلا به شما نشان دادم پرتین براتون نشان میده. لو ژامبون. لو ژامبون. لو ژامبون. هم. گوشت خوک. گوشت خوک. این زیادتر اگر مثلا شما یک جای پیزا فرمایش میتین، اگر نام از رو نفهمین و مثلا بگویید که ژامبون مثلا در ترکیب خود داره یا مثلا پیزا آماده میخرین ژامبون داشته باشه، شما اگر معنای ژامبون نفهمین و فکر کنین که گوشت خوک میخورین. لو لپا. لو لپا. لو لپا. رابت چی را میگه؟ خرگوش. خرگوش. لو پواسون. لو پواسون. لو پواسون. فش ماهی. لو پورک. لو پورک. لو پورک. پورک گوشت خوک. لو پوله. لو پوله. لو پوله چکن. البته چوچه، بعضی ها چوچه میگش، بعضی ها گوشت مرغ میگش. به هر صورت لو غوز بیف. لو غوز بیف. لو غوز بیف. روست بیف گوشت کباب. صحیح است؟ لغت بعدی که است لو سوسیسون. لو سوسیسون. لو سوسیسون ساسج. البته باز فارسی و دری گرفته شده است. به فارسی برش سوسیس میگه، به دری ما شما ساسج میگوییم.
و لغت آخری که درباره گوشت داریم لو وو. لو وو به انگلیسی برای چی میگه؟ ول. گوشت گوساله. گوشت گوساله. در این اسلاید دوستای گرامی چیزی که شما یاد میگیرین اون چی هست؟ لو دیزر. لو دیزر که به انگلیسی برش دیزرت میگه. ما شما شیرینی میگه میشه یا بعضی ها دسر، اما دسر میگه. البته دسر به خاطر مانده میشه که هم کدام دوستای ما که به زبان فارسی گپ میزنن اونها هم دسر میگه، ولی ما شما شیرینی میگویم نه. خب پس لغت اولی که است لو بسکوی. لو بسکوی. لو بسکوی به انگلیسی برش چی میگه؟ کوکی. کوکی یا بسکویت. ما شما بسکیت میگیم نه، بسکویت نمیگیم، بسکیت. ل بون بون. ل بون بون. ل بون بون. کندی. کندی. کندی دوستا چی رو میگه؟ همون کدام شیرینیگک های کرک کرک وطنی ما شما یا بعضی انواع دیگه نیز آنها کندی میگوید. لو شکلا. لو شکلا. لو شکلا. شکلا همون چاکلیت است. به انگلیسی بریم شاکلیت میگوید، ما شما نیز چاکلیت میگوییم یا شکلات میگوییم. فرق میکنه که چی میگوییم. لکرم بغوله. لکرم بغوله. لکرم بغوله. custard with burnt sugar. این دوستا کریم است مانند فرینی. درست است؟ کریم است مانند فرینی. پس من همین قسم ترجمه شه به شما پیدا تانستم. شما میتونین که خودتان عکسش بگیرید، البته لغت کاپی کنین در گوگل پرتین عکسش ببینین و با کام طریقه دیگه اگر یادش میگیرین. لکریم کارامل. لکریم کارامل. لکریم کارامل. فلان. کیک میوه‌ای یا کیک پنیری را میگوید. این البته باز تکراری شده ما باشه. لف خماش. لف خماش. چیز. پنیر. ها. لف خویت. لف خویت. فروت. میوه ها. لو گاتو. لو گاتو. کیک. کیک خودش کیک است. لا گلاس. لا گلاس. آیس کریم. آیس کریم بستنی آیس کریم برش بگین. لا موس او شکلا. لا موس او شکلا. چاکلیت موس. این موس شکلات که است دوستای گرامی همیان یک نوع شیرینی است که میتونین که خودتون از طریق عکسش بفهمین که چه رقم است. البته در ابتدا براتون گفتم که ما شما غریبه ها بیچارگک ها قدر با زبان خدمت نکردیم و بعضی چیز هاست که ما شما نداریم در زبان در عنعنات ما. پس به خاطر زمین ما شما مجبور هستیم که همون چیزی که هست همون چیز یاد بگیریم. خب لا تاخت. لا تاخت. لا تاخت. پای به انگلیسی برش پای میگه. پای یا کلچه گرد میوه‌ای. اگر شما بعضی اوقات به لیدل رفته باشین آنها به نام اپل پای، البته نه، تاخت پام داره، تاخت فramboise داره. امی تاخت فramboise یا تاخت پام امی کدام کلچه گرد گرد کلان کلان است. قدر تاوه آنها شامل چی می باشد که داخل از او یا میوه می باشد یا میوه مثلا سیب می باشد یا آلو می باشد یا به هر صورت هر چیزی که باشه. لا وانیل. لا وانیل. وانیلا که وانیلا را خودتان میفهمین. خب اینجا که هست اکسترا و غیره. لا کنفکتور جم میگشه مربا. لا کرواسن. کرواسن دوستا میفهمین خودتان کرواسن است. لا فارین. لا فارین فلور آرد. لا فریت. لا فریت فرایز یا چپس. چپس است. l'huile d'olive. l'huile d'olive اولیو آیل است روغن زیتون. لا مایونز. لا مایونز. مایونز است. لو میل. لو میل هانی عسل میگوید. لا موتار. لا موتار ماسترد.
این شرشمه میگوید دوستا. انوف، دزوف، ایک یا ایگز، تخم و یا تخم ها. لپه، لپه، برد، نان استک. لپه گری، لپه گری، توست. این نان توست یا نان سرخ شده را میگوید. لپت اتاختینه، لپت اتاختینه، توست spread like Nutella or peanut butter. این پخش نان توست یا مانند نتیلا یک کره با خو البته قسمی براتون بگویم مانند نتیلا یا مثال اگر پینت بتر اگر دیده باشین مثل مسکو مردم سر نان چرب میکنه اونمو را لپت اتختینه میگوید. لپت، لپت، پاستا. چی است؟ پاستا یا مکرونی. اگر شما میخواین که مثلا مکرونی چیز بخرین، لپت، لپت. درست است؟ حالا بعضی چیزها هست که مثلا شما میتونین که البته در انگلیسی نوشته که following are some of the phrases that you can use once you visit open air market to buy fruit. این کدام چیزهایی که مثلا شما اینجا میبینین شما میتونین که در مارکت امی جملات استفاده کنین و سودا بخرین. مثلا Je voudrais 5 pommes. Je voudrais 5 pommes. I would like 5 apples. من 5 سیب میخواهم. یا میگن Je voudrais 2 پاستیک. مثلا ما میخوایم که چند دانه؟ 2 دانه تربوز بخرم. به این قسم. دیگه جملات خودتان جور کنین. Avez-vous des bananes mûres? Avez-vous des bananes mûres? Do you have ripe bananas? آیا موز یا آیا کیله رسیده دارید؟ مثلا کیله سبز زیاد سنی در اروپا، مثلا کیله پخته ضرورت دارید. به این قسم شما میتونید که جمله جور کنید. Est-ce que les tomates sont bio? Est-ce que les tomates sont bio? Are the tomatoes organic? آیا رومی ارگانیک است؟ درست است؟ یا جمله دیگر است که Je prendrai 2 paquets de fraises. Je prendrai 2 paquets de fraises. I will take 2 tray of strawberries. من 2 سینی توت فرنگی برمی دارم و یا 2 سیت، البته سیت است دوستا، سینی نیست سیت، البته یا 2 کارتن توت زمینی میگیرم. Je vous dois combien? Je vous dois combien? How much do I owe you? یعنی چقدر از شما قرضدار شدم. من چقدر به تو باقی هستم. درست است؟ و این بعضی لغت های دیگر که مونده بوده که اینها رو نیز به شما اینجا گنجانیدیم. Le poire, pepper، مرچ سیاه را میگوید، مرچ دلمه را میگوید. لوغی، رایس، برنج است. درست است؟ لاسوس، ساس است یا درسینگ. امو لواب ما شما میگیم یا ساس میگیمش نه. لوسل، سلت، نمک. لسوکر، درست است؟ لسوکر، شوگر، قند یا بوره. لتختین، توست، نان توست شدگی. و در این قسمت رسیده که دوستای گرامی، کسایی که میخواید درباره هتل مثلا درس یاد بگیرد، درباره هتل چیز به دست بیارد یا بخواید در هتل کار کند، پس از این به بعد موضوع برای آنها زیاد مهم است. Commencez votre commande. چی؟ شروع سفارش شما. به انگلیسی چی میگه؟ Start your order. مثلا شما مثلا رسیور هستین یا مثال گپ شاگرد هتل هستین، میرین از کس پرسان میکنین Désirez-vous quelque chose à boire? Désirez-vous quelque chose à boire? Would you like something to drink? چیزی برای نوشیدن میل دارید؟ ببینید سوال کردین. یا مثلا پرسان میکنین Voulez-vous un entrée? Voulez-vous un entrée? Would you like an appetizer? پیش غذا یا اشتهاور میل دارید؟ در سلایدهای اول خواندیم نه؟ Avez-vous fait de votre choix? یا Avez-vous fait votre choix? Have you decided? آیا تصمیم گرفتید؟ ای به دو طریقه سوال میتونین. Vous avez choisi?
have you chosen have you chosen تصمیم گرفتین و یا انتخاب کردین. مثلا به شما همون منوی غذا را آورد داد و شما سوال میکنین که چطور. درست است؟ و در اخیر شما میگین چه je vous écoute من به شما گوش میدم. قلم است، کتابچه است در دستتان و نوشته میکنین. I'm listening. Go ahead. سیزدک دارم گوش میدم و یا به شما گوش گرفتیم. مثلا حالا امو کسی که میمانتان از در هتل یا در رستوران به شما میگه je voudrais من میخواهم I would like من میخواهم مثلا هر چیزی که نال دلشان است دیگه. باز میتونید که شما خودتان دیگه اونجا پیش برین. البته اسلایدهای قبلا بخونین و استفاده کنین. مثلا میگن je voudrais à pomme de مثلا à plat de pomme de terre مثلا یک از کچالو یک نوع غذایش مثلا نام میگیرین. اون چیزی که مثلا در مینو می باشد از اون انتخاب میکنین. je vais prendre من خواهد گرفتم I will have یا خواهد داشتم. درست است؟ je n'ai pas encore choisi je n'ai pas encore choisi I haven't decided yet من تا حال تصمیم نگرفتیم. مثلا به شما مینو را داده، شما خواندین، تا حال تصمیم نگرفتین. البته یا چیز حرام است یا چیز خوشتان آمده، هنوز تصمیم نگرفتین. est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir can I have مثلا شما میگین آیا من میتوانم که مثلا یک گلاس آب بگیرم؟ آیا من میتوانم که مثلا یک گلاس جوس بگیرم؟ پس شما چه قسم سوال میکنین از پیش از شاگرد هتل؟ est-ce que je peux avoir un verre de l'eau est-ce que je peux avoir un verre de vin آیا من میتونم که یک گلاس شراب بگیرم؟ est-ce que je peux avoir مثلا هر چیزی که دلتان است. pour moi ça sera pour moi ça sera for me it will be برای من خواهد بود. مثلا هر چیزی که ناله ضرورتتان است. و می هر طریقه که میخواین بگوین میتونین بگوین. در این کسا دوستای گرامی کومونده لپلا پرینسیپال. حالا شما امو غذای اصلی را اینجا چی میگن؟ سفارش میدهین. که به انگلیسی چی میگن؟ ordering the main course. je voudrais un steak s'il vous plaît. مثلا شما یک استیک ضرورت دارین. چه استیک؟ I would like a steak please. من یک استیک میخواهم. مثلا اگه کنم چیز دیگه مثلا در مینوشن باشه میتونیم که نامشه به مقسم بگیم je voudrais un steak. مثلا je voudrais هر چیزی که ضرورت دارین است. با معذرت دوستا. خب اینجا گفته شده quel type de cuisson quel type de cuisson quel type de cuisson how would you like to how would you like it cooked دوست داره چطور پخته شود. یا یک قسم پرسان میکنن یا pour le cuisson how would you like to cook دوست داره چطور پخته شود. هر دوش یک معنا داره، جمله بالا و پایین. پس شما میتونید که از این 4 نوع برش بگوین. اگر بگوین بلو ریر به انگلیسی میگه که این به اطراف 50% پخته شده می باشد. به معنای ازی است که غذا زیاد پخته شده نمی باشد، بسیار در آتش کم مانده می باشه. درست است؟ پخته می باشد خالی خام است. درست است؟ لغت بعدی که است چی است؟ سنیا معنیش چی؟ rare. این دوستا به اندازه 75% پخته می باشد اما گوشت. درست است؟ پس این هم کدام استیک یا کدام گوشت که شما آردر میتین تا 70% یا 75% پخته می باشد. درست است؟ باز هم مایبندش سرخ می باشد. یعنی هم کدام گوشت که مثلا که چاقو ببرین بینش سرخ می باشه. برای چی میگه؟ سنیا. اپوا میدیم میگه متوسط پخته شده. درست است؟ نکمک از این دو تا که زیادتر پخته می باشد، یعنی در خانه 80% تا بالا. bien cuit well done به انگلیسی میگه شه درست پخته شده. هر چیزی که خوب سی درست پخته شده و برای چی میگه؟ bien cuit. درست شد دوستا؟ پس به این طریقه شما میتونین که امو مشکلات روزمریتانه و یا امو سفارش غذایتانه در هتل بگیرین و یا بتین مربوط خودتان میشود.
و در آخر شما با چه قسم میگین که دی بون اپیتی، بگو اشتهای خوب. صحیح است؟ چه قسم بگین که اشتهای خوب. مثلا به فرانسه میگین je vous souhaite un bon appétit. je vous souhaite un bon appétit. I hope you enjoy your meal. امیدوارم از غذایتان لذت ببرید. به این قسم. یا مثلا میگین je vous souhaite un bon dégustation. je vous souhaite un bon dégustation. I hope you enjoy your wine tasting. مثلا اگر برای کسی مثلا در هتل خود طبعا کسی که در فرانسه در اونجا کار میکند آنها شراب میخورن. مثلا شما باش میگین امیدوارم که از طعم شراب خود لذت ببرید. یا مثلا میگین بون اپیتی، آسانه کده، لذت ببرید. به انگلیسی enjoy. و در آخر سانته. سانته. چیر. چی میگش؟ به سلامتی. کدام دوستا یا کدام هموطنای ما شما که یگان پایک مایک میزنه آنها میفهمند که معنای سانته چی است، به سلامتی. دیگه دوستای گرامی، طور معمول شما میتونید که این درس پی دی افش به شما گفته شده که همیشه در لینک موجود می باشه، دانلود کنین، بخوانین. این بعضی لینک هاست که شما میتونید که از این هم استفاده کنین. دیگه درس ما شما اینجا به پایان میرسد. خدا کنه که از درس های ما مستفید شوید و منتظر انتقاد، پیشنهاد، نظریات مثبت، منفی، همه چیزتان هستیم دوستای گرامی. اگر باز هم کدام سوال داشتین در کامنت همراه ما شیر کنید، به زودترین فرصت براتون جواب میدهم. تا درس بعدی را شما را به خدای یگانه و یکتا میسپارم. خدا حافظ نگهدارتان.